سلام و درود. محمد حسین رجبی پور هستم با دوره جامعه اپراتوری کافینت 0 تا 100 شغل راه اندازی کافینت و اپراتوری رو با هم هستیم و می‌آموزیم. اپراتوری کافینت چیست؟ اگر ابتدای شروع کسب و کار یا خدمات کامپیوتری و کافینت هستیم، بیاین که در مورد شغل کافینت بیشتر با هم صحبت کنیم. شما وقتی که وارد یه دفتر پیشخوان یا کافینت میشین، با چندین نفر روبرو میشید و اونها اپراتور کافینت میگویند که تمام کارهای ثبت نامی و هر چیز دیگه ای را برای شما انجام میدهند. چرا شغل کافینت؟ بیاین با هم نقطه های عطف و منفی این شغل را بررسی کنیم و یه بررسی اجمالی داشته باشیم. رشد سریع صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و ICT. اگر چندین سال پیش رو با امسال مقایسه کنید و به این نتیجه میرسید که هر سال ثبت نام‌های اینترنتی رو به افزایش هست و دیگه خبری از ثبت نام‌های سنتی نیست که به صورت دفتری یا نوشتاری بودند. بیشتر ثبت نام‌ها به صورت اینترنتی و شبکه‌ای شدند. انعطاف پذیری. بسیاری از راه‌های مرتبط به اینترنت به شما این امکان رو میدهند که به صورت انعطاف پذیر یا منعطف شروع به کار کنید یا از راه دور کار خودتون رو انجام بدید. پتانسیل درآمد بالا. برخی از شغل‌های مرتبط با کافینت می‌توانند درآمد بالایی رو فراهم کنند، به خصوص اگر شما مهارت مناسب و کافی رو داشته باشین که جای هیچ نگرانی نیست. ما در این دوره به صورت 0 تا 100 تمام راه‌های کسب درآمد بالا را از شغل کافینت و اپراتوری کافینت را برای شما بازگو می‌کنیم و به صورت ویدیویی در اختیار شما قرار میدیم. امکان کارآفرینی. زمینه کافینت به شما امکان کارآفرینی و راه‌های خلاقانه برای شروع کسب و کار را فراهم می‌کند. یعنی اینکه شما میتونید با راه اندازی یک کافینت همزمان چند نفر رو استخدام کنید و ایجاد کارآفرینی کنید که هم فضای کاری شما گسترده تر می شود و هم یک کارآفرین موفق خواهید شد. فرصت برای یادگیری مداوم. صنعت کافینت و ICT یا صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روزه در حال تغییر و رشد و تکامل هست. بنابراین تمام سامانه ها و زمینه های مرتبط مدام در حال بروزرسانی و تغییر هستند. در این صورت شما هم باید همراه این جهت باشید و هر روزه خودتون رو آپدیت کنید و همراه این زمینه و این قافله باشید که عقب نمونید، که هیچ جای نگرانی نیست. ما 0 تا 100 این کار رو، این آموزش رو به صورت ویدیویی با آپدیت روزانه با شما هستیم و به شما آموزش میدهیم. هزینه مصرفی تقریبا 0. شما در شغل کافینت نگران گندیده شدن یا از بین رفتن مواد یا مواد غذایی یا غیره نیستید و هزینه مصرفی شما 0 هست و یک شغل خدماتی بسیار سودآور هست. بازار کار کافینت در ایران. من اینجا تیتر روزنامه اعتماد رو از سال 1394 برای شما قرار دادم که یک آمار دقیق، موثق و قابل اعتماد هست که میبینید. در این گزارش اومده که روز شنبه 19 اردیبهشت ماه 1394 خورشیدی درآمد 191 میلیارد تومان برای 1178 کافینت در کشور ثبت شده است که به نوبه خود بسیار عالی و فوق‌العاده است. در سال 1394 عمده سامانه های ما بالغ بر 30 تا 40% سامانه ها به صورت سنتی کار میکردند و خبری از سیستم و ثبت نام های سیستماتیک نبود و حالا که در سال 1403 هستیم قطعا رشد بسیار زیادی کرده و تمام سامانه های ما از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر یافتند و ثبت نام ها به صورت اینترنتی انجام خواهند شد و بالغ بر 90% سامانه ها
تحت ثبت نام اینترنتی هستند. راه اندازی کافینت و ارائه خدمات کامپیوتری میتواند یک منبع درآمد بسیار مناسب برای شما باشد. در هر ماه، سال و یا روز شما بسته به عوامل مختلفی هست. به طور کلی میتوان گفت که عواملی مانند موقعیت مکانی، فصل، شرایط ویژه و خدماتی که ارائه میدهید تاثیر زیادی بر درآمد کافینت شما دارد. اگر بخوایم موقعیت مکانی رو بازگو کنیم، به این معناست که اگر مغازه شما، کافینت شما در مکانی شلوغ و نزدیک به ادارات باشد، قطعاً درآمد بالاتری خواهید داشت و از کسی که در نزدیکی هیچ اداره‌ای نیست و یا مسیر اصلی نیست درآمدتون بالاتر هست. فصل، شما در فصل مهر یا فصل هایی که شروع ثبت نام ادارات و مدارس شروع می شود قطعا درآمد بالاتری رو خواهید داشت. بیاین یه محاسبه سرانگشتی درآمد کافینت رو با هم داشته باشیم که در حالت خوشبینانه یا بدبینانه برای شما در نظر گرفتیم و محاسبه کردیم بر اساس حالا تجربه و چیزهایی که تجربی برای بنده اتفاق افتاده و درآمدی که کسب کردم. شما در حالت بدبینانه هر روز از ساعت 7 صبح تا 2 ظهر و از 4 عصر تا 9 شب سر کار باشید و خدمات بدهید به عنوان اپراتور کافینت یا کافینت. هر ساعت 30,000 تومان که معادل میشه با یک ثبت نام که این به صورت تقریبی هست. و بدبینانه ترین حالت، اگر شما هر ساعت 30,000 تومان درآمد داشته باشین و هر 12 ساعت هر یک ساعتش 30,000 تومان درآمد داشته باشین، روزانه 360,000 تومان درآمد دارین و هر روز 360,000 تومان ضرب در 30 روز برای ما درآمد 10,800,000 تومانی رو به ارمغان خواهد آورد در بدترین حالت و بدبینانه ترین حالت ممکن. خوشبینانه ترین حالت ممکن رو هم در نظر میگیریم. شما از 7 صبح تا 2 ظهر و از 4 عصر تا 9 شب خدمات بدهید، هر ساعت 80,000 تومان و شما در هر روز 960,000 تومان درآمد خواهید داشت و در هر 30 روز 28,800,000 درآمد مفید و خالص شما خواهد بود که اگر حالا هزینه های برگ، جوهر، برق، آب، گاز و هر هزینه دیگه رو از این مبلغ کنار بگذارید، حدوداً 20 میلیون برای شما موجودی سود خالص خواهد ماند. یه نگاه میندازیم به جدول درآمدی شغل کافینه در حالت بدبینانه و خوشبینانه در بازه روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه. همونجور که میبینید در بدبینانه ترین حالت روزانه 360,000 تومان و خوشبینانه ترین حالت 960,000 تومان، هفتگی 2,250,000 تومان، خوشبینانه ترین حالت 6,720,000 تومان، ماهانه 10,800,000 تومان بدبینانه و خوشبینانه 28,800,000 به صورت خوشبینانه، سالانه 129,600,000 به صورت بدبینانه و 345,600,000 به صورت خوشبینانه درآمد خواهید داشت که اینها هم به صورت تجربی به دست اومده و چیزی هست که خودم به شخص تجربه کردم و از این مقادیر بالاتر و پایینتر هم به صورت 20-30% بالاتر از نمودار و پایینتر از نمودار رو تجربه خواهیم کرد که بسته به عواملی مانند فصل، موقعیت مکانی مغازه و میزان توانایی های شما به عنوان اپراتور کافینت خواهد داشت. چرا باید این دوره رو انتخاب کنیم و چه مزیت هایی با توجه به سایر دوره های موجود در اینترنت خواهد داشت؟ آموزش ویدیویی کامل تمام سامانه های ثبت نامی جدید و قدیم. شما به صورت 24 ساعت آپدیت تمام سامانه ها رو دریافت خواهید کرد و آموزش تمام سامانه ها رو به صورت ویدیویی در پنل خود خواهید داشت و می توانید کار با سامانه ها رو به صورت کامل، جامع و مفید
در اختیار داشته باشین و این یک آپدیت مادام العمر داره و هر سامانه آپدیت بشود ویدیوی اون سامانه هم نیز برای شما آپدیت می شود و شما جدیدترین آپدیت رو دریافت خواهید کرد. آموزش کار با کامپیوتر. ما در این دوره علاوه بر این اپراتوری کافینت رو برای شما آموزش میدیم، کار کردن با کامپیوتر، حتی از روشن و خاموش کردن کامپیوتر رو هم آموزش میدهیم براتون. آموزش درآمد چند برابری، ارائه روش‌های بازاریابی و فروش خدمات بیشتر برای افزایش سود. ببینید، من با توجه به تجربه‌های شخصی و تجربی که در این شغل داشتم، یه سری روش‌ها و متدها رو برای شما ارائه کردم در این دوره که میتونید یک درآمد چند برابری رو تجربه کنید و این درآمد چند برابری به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه خودش رو برای شما نشون میده توی جمع درآمد کل و در ماهانه بین 1 تا 2 میلیون تفاوت قیمت خواهید داشت تفاوت درآمد و در سالانه بین 10 تا 15 میلیون درآمد شما رو تغییر میده. این متدها و روش‌ها که هیچ جا در موردش صحبت نشده و صرفاً بر اساس تجربه و کار کردن خودم این به دست اومده که من اینا رو برای شما در این دوره قرار دادم. ارائه فایل ها، قرار دادن تمام نرم افزارهای مورد نیاز شما. در برخی از سامانه هایی که شما میبینید یک سری شرط ها وجود داره که مثلا فلان تصویر با فلان فرمت یا فلان سایز یا فلان ابعاد باید حتما باشه تا بارگذاری بشه و ثبت نام شما با موفقیت انجام بشود. ما اومدیم این نرم افزارها رو برای شما قرار دادیم، آموزش کار با این نرم افزارها رو هم برای شما قرار دادیم که به صورت 100% شما بتونید از تمام نرم افزارها استفاده کنید و هیچ مشکلی برای شما پیش نیاد. پشتیبانی 6 ماهه نرم افزاری و رفع اشکال شما به صورت تلفنی، تلگرام و یا تیکت. شما میتونید در 6 ماه اولی که پکیج رو دریافت کردیم به صورت تلفنی و یا تلگرام و یا تیکت از طریق پنل پشتیبانی سایت درخواست خودتون رو ثبت کنید و هر مشکلی که دارید رو برای ما ارسال کنید تا ما اون رو پیگیری کنیم و مشکل شما رو حل کنیم که این 6 ماه قابلیت ارتقا رو هم داره. شما میتونید اگر در 6 ماه از پشتیبانی استفاده کردین و راضی بودین 6 ماه رو میتونید تمدید کنید و از پشتیبانی مادام العمر استفاده کنید. مزایای این دوره: شما در این دوره مهارت‌های زیر را علاوه بر دوره کسب خواهید کرد. آموزش مجموعه آفیس، آموزش کاربردی و عملی نرم افزارهای ورد، پاورپوینت و اکسل رو برای شما در این دوره داریم که به صورت مینی پروژه شما رو با محیط نرم افزاری این نرم افزارها آشنا می‌کنیم و تمام مباحث مهم کار کردن با ورد، پاورپوینت و اکسل رو برای شما آموزش میدیم که هیچ خلایی برای شما ایجاد نشه و بتونید کارهای خودتون رو به نحو احسن انجام بدید و هیچ مشکلی نداشته باشید. آموزش ابزارهای مورد نیاز: شما علاوه بر اینکه فایل ابزارهای مورد نیاز رو در اختیار خواهید داشت، آموزش کار با نرم افزارها رو هم در این دوره برای شما قرار می‌دهیم و قابل استفاده خواهد بود. ارائه سربرگ‌ها و لوگوهای مورد نیاز: شما برای شروع کسب و کارتون نیاز به یک سری سربرگ‌ها و لوگوهای شکیل و زیبا دارید که اینها رو ما به صورت فایل و آماده برای شما قرار میدیم که به صورت دلخواه شما بتونید اونها رو کاستومایز کنید و از اونها استفاده کنید. آموزش 0 تا 100 حتی روشن و خاموش کردن کامپیوتر که ما در این دوره به شما یاد میدیم 0 تا 100 کار کردن ویندوز رو یاد بگیرید و هیچ مشکلی برای شما در طی این دوره و حتی کار کردن پیش نیاد و بتونید به نحو احسن تمام کارهای محول شده بهتون رو هندل کنید و فیکس کنید. آموزش مرورگر: به شما در این دوره علاوه بر آموزش ویندوز، آموزش کار کردن با 2 مرورگر فایرفاکس و کروم رو به صورت جداگانه خواهیم داد که در صورت
مواجهه با مشکل با هر سامانه بتونید بین مرورگرها سویچ کنید و از مرورگرهای دیگر هم استفاده کنید. آموزش فروش و بازاریابی نوین. ما در این دوره علاوه بر آموزش چند برابر کردن درآمد، آموزش فروش و بازاریابی نوین و برخورد با مشتری رو برای شما در این دوره قرار دادیم که بتونید درآمد بهتری رو نیز کسب کنید. علاوه بر آموزش چند برابر کردن درآمد در شغل کافی نت، ما یک سری متد و روش‌های تجربی که کسب کردیم رو در اختیار شما قرار میدیم که بتونید فروش و بازاریابی بسیار بهتری رو داشته باشید و قطعا در میزان درآمد شما هم این رو حس میکنید و تأثیر میذاره و بین 20 تا 30% برای شما درآمد رو افزایش خواهد داد. آموزش تمرین تایپ. علاوه بر این که این دوره رو شما فرا میگیرید، تمرین و آموزش تایپ سریع رو هم به صورت کاربردی و تجربی در این دوره به شما آموزش خواهیم داد که جای هیچ نگرانی نیست و شما میتونید تایپ سریع رو در مدت 1 ماه 1.5 ماه یاد بگیرید و از این بابت هیچ مشکلی نداشته باشید. پشتیبانی 6 ماهه تا حرفه‌ای شدن. ما به صورت 24 ساعته در هفته، ماه و سال پشتیبان شما خواهیم بود و میتونید از راه‌های تلفنی، تلگرام و تیکت مشکلات خود رو با ما در میون بگذارید و پشتیبان‌های ما به صورت آنلاین با شما در ارتباط باشن و مشکل شما رو فیکس کنن. و اگر نیاز به پشتیبانی بیشتر داشته باشید میتونید با تمدید کردن پشتیبانی به صورت 3 ماه، 6 ماه و سالانه از پشتیبانی های مجموعه ما استفاده کنید.